وقت نماز خفتن در آمده بود. به مهمانخانه رسیده در حجره 2 نفره جای گرفتم. مردی که در حجره با من بود روی جوانچه اش که بالای سرش بود کتاب و قلم می ایستاد. با هم سلام علیک کردیم، شناس شدیم. چیزهایم را جابجا کردم و نمازم را گزاریده از بس که خسته بودم دراز کشیده خواب کردم. فردا صبح بعد ادای نماز بامداد خواستم تلفنم را از بالای سرم گرفته از حال همسر و فرزندانم پرسم. تلفن در جایش نبود. پشت جوانچه را دیدم که مبادا به زمین نه افتاده باشد، اما نبود. جیب‌های پالتو، کاستوم، سمکه، حتی حمام و لب تریزه ها همه جا را کافتم. تلفن یافت نشد. به دلم رفت که هم حجره هم گرفته است. غیر از او کی گرفته باشد دیگر؟ در این حجره که غیر از من و او کسی دیگری نیست. از تصرفهایش معلوم بود که او دزدیده است. دلم به دزدی او شک نداشت. نگاهش، راه گشتنش، همه حرکتهایش به دزدان مانند بود. معلوم شد که آن کتاب را هم برای روی پوش کردن این فعل بدش بالای سرش گذاشته است. کتاب و قلم مانده تا اطرافیان دیده او را شخص کتابخوان، خوش اخلاق و امانتدار پندارند و او به مقصدهای بدش به آسانی تواند رسد. خواستم به دعوا پردازم و تلفنم را به هر راه از او گیرم. همین لحظه زنگی در صدا داد. در را گشادم. نوبتدار مهمانخانه در دستش تلفن من سراغم آمده بود. بفرمایید. شب وقتا پاسپورتتان را به ما سپردید، روی میز ما تلفنتان را فراموش کرده ماندید. عذر که نوبتدار شب فراموش کرده است که آورده رساند، گفته تلفن را به من دراز کرد. تلفنم را گرفته وارد حجره شدم. به مرد هم حجره هم نگاه میکردم. او به دزدها ماننده نداشت. نه نگاهش، نه نشستش، نه هیچ رفتارش به شخص دوست مانند نبود، بلکه به شخصان امانتدار مانند بود. معلوم بود که شخص کتاب دوست و کتابخوان و مرد با فرهنگ است. این من بودم که دزدی کردم. امانتداری او را دزدیدم. به او بدگمانی کردم. او عیب نداشت. اینجا عیب از من بود. دوستان عزیز، هیچگاه به سراسیمگی نسبت دیگران گمان بد نکنه، زیرا گمان بد گناه است.